سلام خدمت شما دوستای عزیز، قادری هستم. خوش اومدید به ششمین قسمت از سری آموزش های زبان گولنگ گوپرکانف. تو این قسمت از آموزش میخوایم که نتورک پروگرامینگ با هم کار کنیم. آموزش پروژه محور هست، با هم TCP سرور و TCP کلاینت با زبان گو رو پیاده سازی میکنیم. خب من ویژوال استودیو رو باز کردم، VS کد رو، و یه فولدر جدید اوکی کردم. تو این فولدر یه دونه فایل جدید ایجاد میکنم، server.go package main. خب کتابخونه هایی که لازم داریم، کتابخونه نت هست، کتابخونه استرینگز هست، کتابخونه بافیو هست و کتابخونه فنت. خب قبل از اینکه بیشتر کد نویسی کنیم یه توضیحی در مورد این سرور بدم. این سرور کارش چیه؟ ببینید مثلا کلاینت تکستی رو واسه این سرور ارسال میکنه، سرور آپرکیس این تکست رو واسه کلاینت برمیگردونه. خب فانکشن اصلی برنامه رو تعریف میکنم، فانکشن مین. خب یه دونه لیسنر لازم داریم. لیسنر دو تا متغیر تعریف میکنم، ln و error. از پکیج نت فانکشن لیسن رو استفاده میکنم. ببینید فانکشن لیسن دو تا آرگومان از ما میخواد. آرگومان اول نتورک و آرگومان دوم آدرس هست. نتورک چیه؟ نتورک نوع کانکشن هست. مثلا اینجا من میخوام TCP استفاده کنم، از پروتکل TCP میخوام استفاده کنم، TCP وارد میکنم. شما میتونید UDP یا یونیکس یا حالا هر چیزی استفاده کنید. آرگومنت دوم آدرس هست، آدرس و پورتی که این اپلیکیشن، این سرور میخواد روش لیسن کنه. خب من چون میخوام رو همه اینترفیس های سیستمم لیسن کنه، از 000 استفاده میکنم و میخوام که روی پورت 123 لیسن کنه. خب ارور رو چک میکنم که اگه مشکلی یه وقت وجود داشته باشه برای کاربر پرینت بشه. خب یکم در مورد این فانکشن توضیح بدم. ببینید دوستان که حالا تجربه کار با ساکت پروگرامینگ تو C++ داشتن میدونن که واسه اینیشیال کردن ساکت باید چند تا مرحله رو پیش برد، چند تا فانکشن استفاده میکردیم. فانکشن ساکت، فانکشن بایند و فانکشن لیسن. این فانکشن net.listen در واقع میاد این سه تا کار رو همزمان انجام میده. حالا به هر حال این خودش خیلی ساده تر شده نسبت به C++. به همین خاطر خیلی از توسعه دهنده ها واسه نتورک پروگرامینگ جدیداً دارن از گو استفاده میکنن. خیلی خوب، ارور رو چک کردیم. خب یادتون باید باشه که لیسنر رو موقعی که برنامه به پایان میرسه کلوز کنیم. بعد از اون بعد اکسپت لوپ رو اوکی کنیم. یه اینفینیت لوپ تعریف میکنم، حلقه نامتناهی، و متد accept رو صدا میزنم. خب حالا کار این accept چیه؟ ببینید یه سری کانکشن مثلا روی پورت 123 به سمت این سرور میاد. این accept بعد این کانکشن ها رو accept کنه، قبولشون کنه و یه دونه ارور به ما برمیگردونه و یه دونه کانکشن های جداگونه در واقع برمیگردونه برای ما. خب ارور رو چک میکنیم. شما میتونید مثلا برای چک کردن رو از خود پکیج لاگ استفاده کنید یا حالا به هر نحوی. من چون میخواستم ساده تر بشه از فنت پرینت ln و ریترن استفاده میکنم. خب حالا
اینجا باید در حال یه فانکشن داشته باشیم که این کانکشن های جداگونه رو دونه دونه هندل کنه. یه دونه فانکشن جدید درست میکنم، تعریف میکنم، اسمش هم میذارم handle connections. خب چی از ما میخواد، چی باید بهش به این فانکشن بدیم؟ یه دونه کانکشن باید بهش بدیم از نوع net.connection یا همون net.con. خب بعد یادمون باشه که مثل همین لیسنر کانکشن رو در آخر کار کلوز کنیم. اوکی. خب به هر حال یه سری اطلاعاتی از سمت کاربر روی این کانکشن نوشته میشه و به دست ما میرسه. ما میخوایم که اون کانکشن ها رو بخونیم. واسه خوندن کانکشن ها من از بافیو استفاده میکنم، نیو اسکنر، و کانکشن رو بهش میدم. خب نیو اسکنر یه دونه اسکنر به ما برمیگردونه. خب این اسکنر رو من میذارم تو فور. این در حالت دیفالت اسکنر دات اسکن لاین به لاین اسکن میکنه، ولی شما میتونید با اسکنر دات اسپلیت اینو به هر کاراکتری که خودتون دوست دارید تغییر بدید، ولی واسه من نیو لاین کفایت میکنه. خب اینجا هر لاینی که کاربر وارد میکنه رو اسکن میکنه. خب الان لازم داریم که اون اطلاعاتی که کاربر نوشته رو آپر کیس کنیم. از استرینگ استفاده میکنم تو آپر اسکنر دات تکست. اسمش هم میذارم تکست مسیج. خب این در واقع اون تکستی است که کاربر اون سمت شبکه واسه ما فرستاده. خیلی خب تکست مسیج رو آپر کردم، آپر کیسش رو باید ارسال کنم واسه کاربر. میام چیکار میکنم؟ میام از متد رایت کانکشن استفاده میکنم. خب متد رایت کانکشن بایت میخواد از ما، اسلایسی از بایت میخواد. میام با این حرکت تکست MSG رو تبدیل به بایت میکنم که فرستاده بشه واسه کاربر. خب رایت تعداد بایت هایی که نوشته شده رو برمیگردونه و ارور. خب ما کاری زیاد به تعداد بایت ها نداریم، ولی خوب اینجا ارور هم چک کنیم. اوکی. خب اینجا ارور رو پرینت میکنه و از کلا از این فانکشن ریترن میکنه. یکم اطلاعات رو بیشتر کنیم. فهمت مثلا اینجا میگیم که دات print ln connection from con dot remote address. خب اینجا هم میگم که آقا این کانکشن از کجا اومده؟ از ریموت آدرس، مثلا به این آدرس آی پی کاربر رو پرینت میکنه. اوکی.
اینجا هم لازمه که ارور اسکنر رو چک کنیم. میگم که اگه اسکنر دات ارور مساوی است با اسکنر دات ارور مساوی نبود با نیل فنت دات پرینت ln ارور. خیلی خوب. فقط اینجا باید یادمون باشه که نیو لاین هم اضافه کنیم. اوکی. خب این از فانکشن هندلمون. اینجا من توی گروتین جدید هندل کانکشنز رو صدا میزنم و کانکشن رو بهش پاس میدم. چرا از گروتین جدید استفاده کردم؟ به خاطر اینکه سرور ما قاعدتا باید این توانایی رو داشته باشه که چندین کانکشن همزمان رو بتونه هندل کنه. اگه من این گو رو بردارم، کانکشن اول اوکی، مشکلی نداره، ولی خب کانکشن دوم بعد منتظر کانکشن اول بمونه تا تموم شه، بعد کانکشن دوم میتونه هندل شه. پس از گو استفاده میکنم، از یه گروتین جدید. این از قسمت سرورمون. بریم قسمت کلاینت رو اوکی کنیم. کلاینت دات گو. خب پکیج مین، کتابخونه هایی که لازم داریم، کتابخونه نت هست، کتابخونه بافیو هست، کتابخونه فمت هست. فانکشن مین رو تعریف میکنم. خب قاعدتا باید کلاینت کانکت شه به سرور. واسه این کار یه کانکشن، دوتا وریبل تعریف میکنم، کانکشن و ارور. از پکیج نت فانکشن دیال رو استفاده میکنم. خب یه دونه نتورک بازم از ما میخواد، یه دونه آدرس. خب نتورکمون چی بود؟ TCP بود. آدرسمون، آدرس سرور رو باید وارد کنیم، آدرس و پورت سرور 192 168 122 110 پورت 123. خب ارور رو چک میکنیم. حالا اگه ارور شبکه وجود داشته باشه، اگه سرور در دسترس نباشه، این ارور برای ما چاپ شه. اگه ارور مساوی نبود با نیل فمت دات پرینت ln ارور رو اوکی کن، پرینت کن و ریترن کن و از برنامه خارج شو. خب ما اینجا کانکشن رو داریم. خب میخوایم یه سری اطلاعات بفرستیم واسه یه سرور. این اطلاعات رو باید از کجا بخونیم؟ کاربر کجا اطلاعات وارد میکنه؟ کاربر رو کنسول واسه ما اطلاعات وارد میکنه. واسه خوندن از رو کنسول یه دونه متغیر دیگه تعریف میکنم به اسم کنسول. از بافیو استفاده میکنم، پکیج بافیو نیو ریدر. میگم چیا بخون؟ os.std.in. اگه درست نوشته باشمش. بله. خب این از این. میخوام که یه ذره اپلیکیشنم خوشگل تر بشه. نه لازم نیست. دات read string. خب اولا که میگم که آقا نیو ریدر بیا هر چیزی که کاربر توی استدین وارد میکنه رو بخون. بعد از اون میام متد رید استرینگ رو صدا میزنم. این متد رید استرینگ چی کار میکنه؟ این میاد لاین میخونه. شما میتونید اینو تغییر بدید، مثلا بذارید با هر تب بخونه. من همون لاین اوکیه برام، لاین اوکی میکنم.
خب الان این باید تکست باشه و یه ارور هم اینجا داریم. ارور چک میکنم، میگم که اگه ارور نیل نبود فنت پرینت ال کن ارور رو. البته این ارور زیاد فکر نکنم مشکلی پیش بیاد رو خوندن از استیدین، ولی به هر حال همیشه باید ارورها رو چک کنیم. خب اینم از چک کردن ارور. خب ما یه متنی داریم، این متن و این رشته رو باید رایت کنیم روی کانکشن. از متد رایت کانکشن استفاده میکنم و خب این متد بایت میخواد از ما، اسلایسی از بایت. کنسول رو تبدیل به بایت میکنم. خب connection.write ارور هم به ما بر میگردونه. خب تعداد بایت هایی که رایت شده رو نمیخوام، ارور رو فقط لازم دارم. این ور ارور هم چک میکنم. اوکی و ریترن میکنم. اینم از ارور رایت روی کانکشن. خب این اطلاعات ارسالی ما وقتی به سرور میرسه توسط سرور پردازش میشه، رشته ما متن ما آپرکیس میشه و سرور به ما ریسپانس میده، یعنی به ما پاسخ میده، آپرکیس تا به ما ارسال میکنه. خب ما باید این آپرکیس هم از سرور دریافت کنیم. خب یه دونه متغیر جدید رو که میکنم، میگم که نیو یا مسیج ارور، بازم از همون با فیو نیو ریدر استفاده میکنم. این بار به جای اینکه از روی استیدین بخونی از روی کانکشن ما بخون. خب و موقعی بخون که /n باشه. خب این از این. در نهایت باید مسیجمون رو واسه کاربر پرینت کنیم. خیلی خب اینم از سمت کلاینت. چیز زیاد خاصی فکر نکنم چیز زیادی رو فراموش کرده باشیم. خب بریم واسه کامپایل. اوکی سرور رو اجرا کنم. کلاینت هم اجرا میکنم. خب ببینید های فرستادیم، های آپرکیس گرفتیم، منتها برنامه خارج شد. من نمیخوام برنامه خارج شه، میخوام که اینا همه کانکشن در واقع با سرور برقرار بمونه و کلاینت خارج نشه. خب کاری که باید بکنم اینه که بیام اینا رو بذارم تو لوپ.
اوکی. ببینید الان سرورمون هم پرینت کرده، گفته آقا کانکشن داریم فرام 192.168.122.110. چون من دارم از خود سرور به سرور کانکت میشم، آی پی ریموت هم همون آی پی خود سرور میشه. خب یک بار دیگه باید کلاینت رو کامپایل کنم. کلاینت اسمش اشتباه هست. اوکی، کلاینت کامپایل شد و اجرا. کانکشن داریم های، ببینید های آپرکیس برای ما فرستاده شد. سلام چطوری، سلام چطوری آپرکیس برای ما ارسال شد. این هم از این جلسه. امیدوارم که لذت برده باشید. ممنونم که با ما همراه هستید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنونم. خدا نگهدار.